درود بر شما دوستان نازنین، خوش اومدین به پیج آشپزی با شکوفه. امروز اومدیم براتون یه دونات خوشمزه درست کنیم توی پلاستیک فریزر. اول از همه یه دونه تخم مرغ میریزیم داخل پلاستیک، نصف پیمانه شکر، یه لیوان آرد، یه مقدار از نصف پیمانه بیشتر ماست، بیکینگ پودر یه قاشق پر، وانیلم نصف قاشق چای خوری. قاطی میکنیم، درشو میبندیم و قشنگ همشون میزنیم. خب بعد از اینکه روغنمون داغ شد موادمون رو اضافه میکنیم. بعد تون روش روغن ادام میکنیم که قشنگ پف کنه. همونطور که داریم میبینیم قشنگ داره پف میکنه. دوناتامون تا قشنگ پف کنه. خب اینم از دوناتامون که با شکلات تزیینش کردیم. امیدوارم درست کنین و خوشتون بیاد و نوش جان کنین. لایک و سابسکرایب یادتون نره دوستای عزیز.